یک سوال صادقانه. تا حالا شده وارد اینستاگرام یا فیسبوک شوی و بعد از 5 دقیقه حس کنی زندگی همه از تو بهتر است؟ اگر این حس رو تجربه کردی کامنت بگذار آره. حالا نکته جالب علمی اینجاست. روانشناس معروف لئون فستینگر سالها پیش یک نظریه داد به نام مقایسه اجتماعی. او گفت مغز انسان یک عادت عجیب دارد. برای فهمیدن ارزش خودش مدام خودش را با دیگران مقایسه می‌کند. اما مشکل کجاست؟ مغز ما معمولاً خودش را با بهترین لحظه‌های دیگران مقایسه می‌کند، نه با واقعیت زندگی آنها. تو داری پشت صحنه زندگی خودت را می‌بینی، ولی فقط ویترین زندگی دیگران را. برای همین است که خیلی‌ها بدون اینکه واقعاً شکست خورده باشند، احساس شکست می‌کنند. حالا یک آزمایش ساده. امروز فقط یک کار کن. خودت را با دیروز خودت مقایسه کن، نه با زندگی دیگران. اگر موافقی این ویدیو را برای کسی بفرست که زیاد خودش را با بقیه مقایسه می‌کند، چون گاهی بزرگترین دشمن آرامش انسان فقط یک عادت ذهنی ساده است.